بیا خوش دیگه ما فکر کن دیگه ما که نگاه ما با هتل پیاتو که شیشته نیومد. خب ما با کجا برم؟ مال کی دارم؟ با خونه کی برم دیگه؟ بابا که دیگه من نفرختم دختری داری برای بلد کار خود دیگه خوشی بیا. تو برو با درشون من میره پس پیش دختر خود. بیا خوشی بیا دیگه یالا کو بیا. کجا برم من؟ برو به خونه خودمون دیگه اندری برو. نمیکنم جام دیگه من تو وقتی که زندگی تیار بودم کو من ماست مال که خاطر چیزی ندارم. برو به خونه دومات خواهد باش برو. باشه خود دختر خود. بابا برو خوشی دیگه یار سخ آدمی بدی برو. ایسته با سخ آدمی بدم. برو دیگه. کاری که من پیر شدم پا افتاد شدم هیچ کس من نمایه. یادم غلام بچی تو میای به اینجا فقط میگیم اینجا سموری شیشتیم یک دم برادر تو میای یک دم میای ما تینم ازم خوشی داری. الا ای وا خدای ایوهاز جان معبود بلغم کن و غربت شد مسافر علای دهرات رفت رو به دریا نگه دارش تو باش حافظ و ناصر ای کنج باغچه دل و ماتم گرفته خدا آسمان مار به دست کم گرفته چرا نماز شم شده به شهر هرات لب بام غمر یارم غم گرفته چرا خدا چریتو شد هرات جان هرات چریتو شد هرات جان هرات چریتو شد هرات جان هرات جان هرات جان ما چون چره چوب شده چکوشم میسکر همی خلوت شده باخچه میتر از سرور کوبام کفترای خوب میخونی نوش جان تو نه خوب کار کردی بابا خوب کار کردی چیکار کردم؟ چیکار کردی؟ خوشو خور بدر کردی آها جو بابا یاره بشه یاد اون حال میفهم با چی می چی رقمه؟ شما بگفتیم بابا که من نمام که اینا رو ببینم من به حرف بابا خوبه کرد من رو دارو چون میشه تز رو به سلام خور خوب کار کرد هر چیز افناله زد و چیز که تو سر که غلام دیونه که خود کله گنده خود میاد 12 مثله فقط اینجا اتاق قرعکیه درست میگی همون در فکر نمیکنه خوشو تو آها فقط نگاه اتاق قرعکیه وای 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 خوب کار کرده بابا شما کی عقل کمال یاد میگیرین که امروز ما بفهم اتاق قرعکیه یعنی چی بابا؟ یعنی این مطالی آقای بفهمی جان حیفمه که من بچه شما من مال 7 پیرن از شما 6 تر رو به عقل کمال خود 6 تر یا؟ بله راست میگی خوشی دیگه بعد شد خوب کار کردی بسیار خوب کار کردی تو لگایش نسبت نمیتن خونه میکنه شده که نانه چی میخوره یک برار یک نانه داره می بیوزن یا ای صغیر یا چی می چه کار فلانه این میایه مدر منده پیار داره نه شوهر داره میگه به من میگه گفتم البته مدر من شوهر داره مثلا سایکو همین خوشی تو و هم با چی قدر ناز و کرشمه میکنه که من تمکو و توی چوبال گدوات بیاره که من سینه تنگ نشه چی قدر ناز و ادا داره چقدر ناز و ادا داری من دلبر شیرینم دلبر شیرینم دیگه قیافی غلام و کشی من شما نمیبینیم دلبر شیرینم
سری با محمدی چکه نزنه که به خود شد نیست سری با محمدی چادر تلهی دل دارم که در عالم نبیدم دادر نردین ندیدم یک مریمی با یک توفنگ مگو ریزان نستم بچی افغانستان یک دوستی آمد من بچی بابا خونم با عقل کمال استم بی عقل کمال استم سیکو بابا جوان هر دن که میفهم که ماستم بیام اینا را از سراغ دن کنم چشم این روزگار داره روز اول بابو نره خوب گفتم لک و 60,000 نده بگی لک الان ما را خونه بیرو کن نه جای بره شیشتن داریم نه جای بره خوشونم نه نون داریم نه کجا بریم ما کجا زندگی کنه چی زندگی داریم ما سلام علیکم چکار غلام خوبه سلامت جان شما جوره باشه باش یو بر بیان که جانمشون باش که تا کنم خود غلام داد دادن البته تو کاسماس زده کاش که من کاسماس میزدم ها کاش که من خدا شکستوندی نه کاش که من خدا از این دنیا بگیره خدا نکنی دیگه تو نازی عزیز این با من مرگ بیتره چرا غلام مارک لگه خونه بیرو کرده اومد تو الان دیگه من جا برای کوشیدن داره نو خوردن میام 6 تا چرا شما بیری کنه هیچی هم اکسره بیای هم بگم تو خیلی میخوری غلام خودگی لکم ده که لقمه میخورون لقمه ها به شما رو بگم یا هر دوست شما همرنگ فرق نمیکنه مثلا بالاخره حال ما را خونه بیرو کرده این جای نداره دل واسطه برو با هم قبرستون همونجا قبر را خور بکنم آخری دو ماه دیگه شما هم کوسته چه به خونه از این نمیرین اون دو ماه خوبه و تا بازم یک مسائلی هست که چیزه هنر که چی نم داره؟ عباس آفرین خونه از او هم کوسته چه به خونه از این نمیریم اصلا شما چرا به می در خونه دو ماه بعد زندگی کنیم آخر تو نیو یک مادرتونه خلاص خب خونه عباس اینا یک شده شد ما که پولی نداریم آخیانه بیخی خونه عباس هم میگی یک شد شد آخیره چکار خونه گیلک هم میمتی یک شد شد آخیر هنه شما رو بدر کرد راست بگی آخی تا نمیشه سکو یک شد در خونه عزیز دومد یک شد در خونه عزیز دومد این فایده نداره حال کسی برار خور نمایه بچه خور نمایه بچه که میبینی بچه و عروسی میکنه 4 روز خود اینه یا بیکار یا نیه بچه خود سیوا میکنه میگه برو به زندگی خوبه فهم جو تاسون بزیر دست عزیز و عزیز حداقل هم هر رقم بی غیرت بهش کنم خرج خود مدت بیوزن خود تو میتونی کار کرده به تعمید بیار راره به تو خیرات زکات بدم خرج شما پره میشه یک عالم خونه که شما نیست کجا بره؟ هم خونه خود بعد نداره خونه ما بابا یک گروپی یک سولار یک لینی از همسایه بیستینی به خوب چاره شما میشه به شام میتونی شما زندگی خود تیر کنی سولار پول نباید و یک دی پول نداره همه پولا خود نمیدادیم خرج نمیکرد به شکم دومات نمیکردیم همونا رو به خود یک چیز میدیم میستونیم که به خونه دمه که پول داشتیم که شما خود 4 طرف شما تعمه زد فهم درد دیونه به کار خوشیاره حالی که پولا شما خلاص شد حال شما رو خونه به درد درد ما همینه که 1,60,000 به پولا سولار زمینار بفروخته بودم این لک وقت خرج کرد تنه برگرد داد بور به سراغ آره که پولا ما خلاص شده ما بیرون از اون کار کده مادرت هم قلم تو بعد تو نه یک بشیار بودینیه راست تو به مادر خودت که از اون کار کدی یک معرن به تو پیدا میکرد که تو جمع میکرد حداقل هم تو هم مادرت حال چی پولا خلاص شد شما هم بیرو کردنی راست هر ضربه که آدم بخوره دست خود خو میخوره خود میخوره راست بگی باش کمی عقل نانی من میدی میگم این بودا رو بیاقل سادی داختم تو کجایی؟ خدای شما که باجی من این حیفه و از زمین ساعت از زمین دقیقه از زمین سنه من نمیگم که گیلک باجی منه او را اگر تحویل گرفت تو هرچی مستی بود خب که چه کار بشده مثلا اگه توی تا گپا مفتی میدنی یا الان زبادی خوب نگفته که گناه دارم من یک زن بیچاره یک خنکندی از سراخ بیری کنم بفته خوشیم از سراخ بیری کرده نه بابا ها گفته برو دیگه جا برو به خانه فلانی به خانه فلانی برو بابا خوشی تو حتما مقصره مقصر چی همون بیچاره اونجا بابا روستاشو خودی اون کلام بیشه اون نکن بقلار میکنه نیخ بخونه کاتا شده دیگه این نکن خوب کاری کرده به درسه هر رقم باشه احترام به خشوعت کمی بگذاره گناه داره او
زن بیوزانی هم هست یه خنکندی مسکینی هم هست با او غلام بیچاره سکو تو که دیوانه روز نه تو خیلی طرفدار خوشی خودی لالا بیا ورد چرشایی ببر به خونه خود کن گیلا برار میکنه به خرج خونه من نداشته حالی دیگه اون مقصیره که دومادی شده نه دیگه روزی که خوشی میرسا خوبرد شایلک و 60,000 روپیه بود گیلا خوب شکم خو مصرف کرد مثل که تو میشه خوب مصرف نکردی بله ما یک روپیه از این پولا بله پولای خلاص شده خوشی می تاثیر ویری کرده نه خوب کاری کرده خوب کاری کرده